بابای حاجی السلام علیکم، به این سوال من جواب گردانید. در وقت سفر دعا میدهند، میگویند که خیریت سفر حضرت خوجه خیز رهبر گفتن درست است، برادر عزیز نگفتنش بهتر است و این ترک سازیم. همه وقت رهبر ما حبیب خدا در مسافرتی دعای سفر این میگفتن که انت صاحب فی السفر. بین حبیب خدا اشاره به سوی خدا میکردن انت صاحب فی السفر. خدایا سفر مشقت زیاد دارد، سفر پستا بلندی زیاد دارد، مصیبت های زیاد میارد، لیکن خدایا در این سفر فقط صاحب تو را میگیرم، الله صاحب است. از این خاطر در دعاهامان هیچ کس ما داخل نگردانیم، فقط الله سفر ما را بخیر گردان، الله سفر ما را با برار گردان. خدا رحمت کند حضرت خوجه خضر. در اطراف خوجه خضر خیلی حالی من جمعه آینده یک برادر بسیار طلب کردن که همین خضر کیست، نامش چیست، آیا همین حقیقت دارد یا ندارد؟ حقیقت دارد. اگر جمعه آینده شود من نام اساسیش اینا بلیا بود. بلیا این قصه دارد در سوره کهف با حضرت موسی یک معامله دارد. برای همین من اگر وقتا شود جمعه آینده درباره خضر خود از کلمه یعنی سبز گرفتگی است. این کلمه عربی است. در بعضی روایت میگوید هر جای نماز میخوان اونجا سبزگاری میشد. در بعضی روایت میگن که هر جا که می نشست میخیست همون زیر جای نشستش سبزگاری میشد. از این خاطر وی خضر گفته. لیکن اطراف وی زنده است یا مرده این دم اختلاف های زیاد است. اکثریت رفتن که وی وفات کردگی هست، لیکن بعضیا گفتن نه، گفتن وی وفات کردگی نیست. یعنی اهل تصوف اهل طریقت میگن وی زنده هست. یعنی کسانی که اهل تصوف و اهل طریقت نیستن اونا میگن که خضر از دنیا گذشته است. لیکن حقیقت ان شاء الله من جمعه آینده باز وقتا شود پرتر برای شما میرسونم. السلام علیکم برادر حاجی میرزا، خواهش میکنم که با سوال من در همین جمعه جواب گردانید، برای آنکه من مهمان از راه دور هستم و امکانیتی به مسجد شما آمدن ندارم. البته وقتی من میگویم که یگان طبیب به انصاف، این طبیب به انصاف آن کسی هست که حس ملی ندارد، وی وطن دوستدار نیست، وی مسلمان دوستدار نیست. اگر این گونه دختر به وی مراجعت کند و این طبیب به وی جواب گرداند که من در پیشگاه خدا جوابگر می شوم، باید تو در این کار نادرست نمی رفتی، مرحمت این طبیب خوش به حالش که در پیشگاه خداوند هیچ وقت جوابگر نیست. لیکن برای آنکه این بعضی با به انصاف شاید که همون دختر استفاده برن بعد مثال همون معاملش انجام دهند، این گونه‌ش هم وجود دارد. من یک خواب دیدم. خواب این است که من با همراه یک برادر حج رفته آمدم. آیا بعد این خواب مرا حاجی گویند درست است یا نه؟ درست نیست برادر عزیز. حج رفته انشاءالله در خوابت ایمانت کامل می شود، در پیشگاه خدا اجر و پاداش گرفتی. این خواب هم خدا نصیب هر کس نمی گرداند. لیکن تو را حاجی گویند نه، برای حاجی شدن مبلغ صرف میکنی، رفته اون احکام ارکان ها را در موسم حج اجرا میکنی، آمده با مثل این حاجی هایی که پیش فالبین میروند و عرق میخورند مثل اینها نمیشوی، این حالت از نام تو حاجی است. خب من هر یک خوابی که دمی سحر میبینم او را در بیداری هم میبینم. این چه بنده باشد، بنده نیکوکار است. این البته در همه انسان هم رخ نمیدهد. ولی بسیار انسانایی هستند که شب خواب میبینی، روز همون خواب تا میبینی. این نشانه پاکیزگی و نشانه گویم که ایمان کامل داشتن تو را نشان میدهد. خب بعضی بنده های هستند که بر وقت به مسجد می آیند برای خواندن نماز، لیکن در مسجد تا سرشوی نماز سخن دنیا میگویند، حتی تسبیح در دست دارد. آیا این بنده ها از نماز چیز پیدا میکنند یا نمیکنند؟ البته هیچ ثواب پیدا نمیکنند. حبیب خدا میگوید سخن در مسجد نابود میکند نیکی های شما را چگونه ای که آتش هیزم را نابود میکند. و حبیب خدا در حدیث های مبارک مسجد میگوید که مسجد این برای ذکر خدا هست و قرائت قرآن است. مسجد جای پند و نصیحت است. از این خاطر وقتی که این نظام مسجد کسی که ویران کرد اینم جنایت است و اینم در پیشگاه خدا جوابگری دارد.
ببین حتی که وقتی من خطبه میخوانم در نماز جمعه، اگر شما حتی با انگشتان میبینید یک برادر تو صحبت دارد، سخنرانی دارد، میخوای که وی خاموش درانی و انگشت در بالای لبت میگذاری، مثل که این چنین ما و شما اشاره داریم، یعنی مقصد که خاموش باش. حبیب خدا گفت حتی برای تو اشاره کننده هم ثواب باقی نما. ببین اشاره کننده در ثواب نیست گفتن حبیب خدا. کجا وقتی که ما درباره شخصی که سخن دنیا در مسجد میگوید در اطراف او وقتی ما صحبت داشته باشیم. برای همین مسجد نظام دارد دادار عزیز، نظام مسجد را رعایت کنید تا که از ثوابهای مسجد برای شما چیزی برخوردار شوین. اون یکی از صحابه های پیغمبر ربیعه نامشم صاحب ابن یزید است، در ریاض الصالحین هم در باب مسجد میگذارد، حدیث بخاری است. میگوید باره میگوید حضرت عمر در منبر نشسته بود، دوره های خلافتش بود و من میگوید بسیار همین تا پینک میبرد، خواب میبرد. فحسبنی رجل فنظرت عمر ابن الخطاب، میگوید یک کس مرا با سنگ میزد. این صحابه پیغمبر میگوید نگاه کردم که سنگ از جانب حضرت عمر آمده ایستاده است و من اشاره کرد که همون دو نفری که در آخر مسجد نشستن پیش من بیار. گفت عمر بسیار خدا رحمتش کند جسور بود، بسیار با غیرت بود، ولی امروز امتای پیغمبر بسیار بی غیرتیم، غیرت نداریم، ترسانچه که میترسیم. حبیب خدا اللهم انی اعوذ بک من الجبن میگفت، خدایا من از ترسانچگی و بی غیرتی به سوی تو پناه طلب میکنم. مرد باید با غیرت باشد، جسور باشد، ناترس باشد. حضرت عمر بسیار جسارت داشت. وقتی این صحابه پیغمبر میگوید رفتم اون دو مرد به پیش حضرت عمر آوردم، به سوی من میگوید حضرت عمر بسیار به سوی این دو مرد نگاه کرد، گفت از کجا آمدین؟ گفتن از شهر طائف آمدین. گفتن قسم به خدا مهمان هستین، طائف یک 70 یا 90 کیلومتر دورتر است. گفتن همچون مهمان هستین در مسجد رسول اکرم، و الا اگر مردم همین مدینه می شدید چنان آزارتان می دادم، چنان لط و کوبتان می کردم که آواز شما مدینه را فرا می گرفت. شما این چی نظام ویران کردن در مسجد است؟ این چی عمل است که شما در مسجد حبیب خدا به سخن دنیا مشغولید؟ السلام علیکم پیشوای عزیز، میخواهم با سوالهای من روشنی اندازید. بعضی شخصا میگویند که شکرانه گفتن جایز نیست، میگویند که شکرانه دختر شیطان است. شما در این باب چی میگویید؟ البته این دروغ است. اگر دختر شیطان شکرانه هم که نام داشته باشد، شکر گفتن ما جای گناهش نیست. اگر چندی که من ندیدم که دختر شیطان شکرانه نام داشته باشه. این بعضی نمی کتابای فارسی و بعضی نمی کتابایی که مثال گویم کدام بیچاره نویسنده است که اساس و دلیل ندارد، اینا بسیارتر در همون کتابا هستند. برای همین این هیچ اصلی ندارد، اساسی ندارد. حتی خداوند در قرآن و اذ تعذن ربکم لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میتونید سوره ابراهیم آیت 6 نظر کنید. خدا میگوید اگر شما به سوی من شکرانه کنید من نعمت ها باز زیاد میکنم، اگر کفران نعمت کردید عذاب من دردناک است. مقصد هر نعمتی را که از من میبینید گوید شکر به سوی تو پروردگار. الله سفارش دارد که شکر گوید. از این خاطر سخن خدا ماندگی ما مثال آن هر چیزی که قولی که وجود داشته باشد اونها را رد میسازیم. شاعر هم میگوید شکرگویی نعمتت افزون شود، ور نگویی از کفت بیرون شود. برای من همیشه با شکر باشید، شکر خدا گویید، شکر تنی صحت گویید، شکر به سوی تو پروردگار که ما مسلمان هستیم، شکر به سوی تو ای خدایی که مسجدهای کشاده داره، شکر به سوی تو ای پروردگار که پند و نصیحت داره. شکر کنید، این هیچ جای گناهش نیست. دادار عزیز، بعض بنده های خدا 5 وقت نماز را در مسجد میخوانند و نماز جمعه را نیز میخوانند،
لیکن از مسجد بیرون میبرایند و در تنهایی رفته امام خود را غیبت میکنند. نماز این گونه بنده ها چی میشه؟ راست میگوید دادر عزیز، اینا هم در این بیماری هم در بسیار بندگان خدا هست. از پس امام نماز میخواند، بیرون مورد غیبت و تحقیر همان پیشوا قرار میگیرد. وقتی که مثال این گونه رشک داره، این گونه شک داره، این گونه شبهه داره، دشمنی داره، از پس او نماز نخوان که نماز نیست، نماز درست نمی شود. از پس شخص نماز خوان که با او اخلاص داری، با او محبت داری، او را دوست می داری و یا هر جا تو حمایه میکنی. افسوس خداوند در سوره حجرات اگر گوش باشد که گوش باید بشنود این را، گفته حضرت صوفی اللیار. افسوس این گوش ها و گوش های میشنیدگی نیست، دروغ هم باور کنید. نمی سخن الحال در بین ما و شما هم غیبتچی ها زیادن، نمی گوزید گوشی تو گوشش میکند، لیکن افسوس خونی تو ویران شدگی است. گوش باید بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. چشم باید عبرتش بیند، در سر جاده عمل شیند. حضرت صوفی علیار میگن افسوس که دیگر چشم های عبرتگیر و گوش های گوش میکردگی نمانده است. افسوس نیست. چند سال شد شما امر معروف گوش میکنید؟ چند سال شد؟ بغیر آن که موعظه هایی که در معرکه و دیگر میشود، فقط جمعتون حساب کنین، کی اصلاح میشید؟ کی از آن چیزی که خدا در سوره حجرات ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه واتقوا الله ان الله تواب الرحیم. این الله سفارش دارد ولا یغتب بعضکم بعضا. ای بندگانی که امروز ایمانی به خدا دارید، یکدیگرتون غیبت نکنید، یکدیگر تا غیبت نکن. خدا میگوید آیا دوست می‌داری این که گوشت برادر مسلمان تا در حالی که وی جان ندارد، وی مردگی از گوشت وی خوری؟ فکرهتموه، نه تو نفرت داری، تو نمیخواهی. واتقوا الله، خدا میگه پس از خدا بترس، توبه به سوی خدا کو، خدا تو را میبخشد. الله سفارش دارد غیبت نکن. غیبت کردن گوشت برادر مسلمان خوردن است. حبیب خدا را در یک حدیث خواندم، میگوید که بدترین خانه همون خانه است که گوشت زیاد میخورند. صحابه پرسیدن ای حبیب خدا، اوی گوشتخوری که ما داریم هر روز 2 کیلو و 3 کیلو میخوریم، خیلی گوشتخوری نبود؟ صحابه ترسیدن و شاید در ماهش یک بار یک تیکه گوشت میدیدند. گفتن حبیب خدا ما کو در یک ماه یک بار میخوریم، آیا ما نیز بدترین خانواده هستیم؟ گفت مراد از گوشت حیوان نیست، بلکه آن خاندانی که پیوسته غیبت دارد، این بدترین خانه به سوی خدا هست. اونا گوشت برادر مسلمان میخورند. در هر خانه ای که غیبت زیاد شد، معنای این دارد که اون خانه چه هست؟ بدترین خانه به سوی پروردگار به حساب میاد. خدا رحمت کند. حضرت سعدی را میگوید مکن غیبت اگر عقلت تمام است. اگر تو خود عاقل گیری، خود آدم با عقل گیری، غیبت نکن. مکن غیبت اگر عقلت تمام است، که گفتار تو در غیبت حرام است. اگر عیبی تو گردد بر تو ظاهر، با عیبی کس کجا پرداز آخر. اگر تو یک بار برادر عزیز پیش از آنی که امام تو ملا امام غیبت میکنی، پیش از آنی که تو رفیق غیبت میکنی، پیش از آنی که تو کسی را نباشد غیبت میکنی، اول یک عملهای خود سنجیده بگیر، یک تاریخ حیات خود ورق بزن. تو خودت کی هستی؟ خودت چقدر کم بودی ها داری؟ از این خاطر غیبت حرام است برادر عزیز و گرامی. یکی از دوستای خدا حکایت میکند که در صحبت یار و رفیقای خود نشسته بودم. یار و رفیقان من بسیار غیبت کردن، من پیش راه اونها را نگرفتم. ولی پیش راه غیبت چی را هم اگر نگیره، ما نیز در غیبت شریک هستیم، ما نیز در گناه وی شریک هستیم. میگه شب در خوابم یک مردی خیلی میگه سیاه هیبت به سوی من امر کرد. پیش سینه‌اش میگوید پر از گوشت خوک بود. پیش من گذاشت و گفت این گوشت خوک را تناول کن. گفتم ای بنده خدا، آخر گوشت خوک است، من مسلمانم، گوشت خوک خدا برای مسلمانان حرام گفته.
گو گوشت برادر مسلمان که از این هزارها مراتبه دیده حرامتر است و یک خوردید، این چی است؟ این خورید. گفتن مثلا روز شما اینقدر غیبت کردید، گوشت یک برادر مسلمان تان خوردید، پس گوشت خوب در برابر این گوشت برادر مسلمان در حرام بودن چند مرتبه پستر است. این دوست خدا میگوید والله که میگوید وقتی از خواب بیدار شدم همان تیکه گوشت خوب در دهانم بود. میگوید دوستاش حکایت میکند که 40 روز دهان این دوست خدا میگوید بوی گوشت خوب میکرد. ما پروا نداریم، غیبت میکنیم، نمیترسیم، حرام کرده خدا در نزدیک میشویم. امام حسین هم خدا رحمت کند، نبیره حبیب خدا، وقتی آمدن خبرش دادن که امام حسین در فلان خاندان تو را غیبت کردن، امام حسین میگوید من که آدم فقیر بودم، پیشی برو میگوید یک چند کیلو خرما را گرفتم و به خانه وی رفتم، در را تق تق کردم، گفتم وقتی برآمد مرا دید، گفت ای دوست خدا، گفت یگان خدمت داری؟ گفتم شنیدم که امروز مرا غیبت کردی، از بس که مال زیاد ندارم، قوتم به همین قدر خرما رسید، همین برای شما دادم در عوض همون حسنات هایی که خدا در من از جانب تو نویساند. مقصد چی قدره که یک آدم غیبت کردی، همان مقدار حسنات تو را خدا میگیرد، در نامه اعمال انعمون بیچاره که در غایب است، درک ندارد، در نامه اعمال او حسنات می نویسد و گناه های او را گرفته در نامه اعمال شما می نویسد. بس کنید برادرای عزیز و گرامی، غیبت نکنید، غیبت حرام است. محمد چراغی دل اولیاست، امام رسول و خاتمی انبیاست. منور کند دین اسلام را، مسخر کند 7 اقلیم را. امور شریعت منور کند، بنای زلالت محقر کند. ز مشرق به مغرب رسد آگهی، که آمد محمد به شاهنشهی. هزاران درود هزاران سلام، ز ما بر محمد علیه السلام. اللهم صل علی محمد و علی آل محمد. هزارها شکر به سوی درگاه پروردگار که ما و شما را امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گردانید. شاعر میگوید انبیا در کنه او حیران شدند. این 124,000 پیغمبری که با بعض عقاید از نزد خداوند به پیغمبری مبعوث شدند، وقتی که محمد پیغمبر شد انبیا در کنه او حیران شدند. همه حیرت ده افتاد، این چگونه شخصیت است، این چگونه بنده است، این چگونه پیغمبر است که ای را خدای مهربان حبیب خود خواند. انبیا در کنه او حیران شدند، سیرشناسان نیز سرگردان شدند. همه سرگردان شد این چی سیر بود که خدای مهربان 1400 سال پیش در روی عالم فاشش گردانید. پیغمبر ما و شما میگوید مثلی و مثل الانبیا کمثل رجل. مثالی من گفته از پیغمبر و مثال تمام پیغمبرهایی که پیش از من آمدن از حضرت آدم سر کرده به منزله یک مرد هست، بندارن فاتمها و اکملها الا موضع لبینة. پیغمبر گفته است مثال من و مثال تمام پیغمبرها به منزله یک مرد هست که یک خانه را بنا میکند، فاتمها و اکملها، تمام میکند خانه را، بیناش انجام مییابد، همه زیب و صورت و نقشه خانه پیدا میشود، الا موضع لبینة، مگر در همین قصر بنیاد کرده این مرد یک جای خالگی غیش باقی هست.
فجعل الناس يدخلونها و یتعجبون منها. پیغمبر گفت وقتی این خانه را این مرد بنیاد کرد، دیگر مردها برای تماشای خانه این مرد رفتند، داخل او را تماشا کردند، ظاهر او را تماشا کردند، در تعجب افتادند. فیقولون لولا موضع لبینا، و همه گفتند چه خانه زیبایی هست، مگر همین یک جای خالگی غیشت. اگر غیشت گذاشته شود در این خانه دیگر هیچ گپی نیست، بهترین خانه هست. پیغمبر گفتند انا موضع لبینت جئت فختمت الانبیاء. انا همون جای خالگی غیشت گفت من هستم، آمدم تا که تمام پیغمبرها را مکمل بسازم. مکمل ساختن همه پیغمبرها گفت. پیغمبر ما و شما گفت این آمدن من شد. خوش به حال همه ما و شما، خوش به حال تمام پیروان محمد که در روی دنیا زندگی میکنند. خوش به حالشان، چنان پیغمبر ما و شما صاحب هستیم، چنان پیغمبری که دیلمی از ابن عباس روایت میکند که این حدیث در موضوعات علی قاری هست. اگرچه موضوعات علی قاری است لیکن حدیث موضوع نیست. دیلمی میگوید ابن عباس بر من خبر داد، یعنی روایت از ابن عباس است که پیغمبر خدا گفت اتانی جبرائیل فقال یا محمد لولاک ما خلقت الجنه لولاک ما خلقت النار. ابن عساکر باشد باز زیاد میکند لولاک ما خلقت الدنیا. ای محمد گفته است جبرائیل، خدا پیغام داد که اگر تو در اراده من آفرینشی تو نمیشد، اگر در نقشه من پیدا کردنی تو نمیشد، ای محمد ما جنت نمی آفریدیم. ای محمد اگر تو در اراده ما نمیشدی ما دوزخ هم نمی آفریدیم، حتی دنیا را هم برپا نمی کردیم. همه اینها در طفیل نور تو به دنیا آمدن. الحمدلله که ما و شما روز یکشنبه جشن این پیغمبر خدا را در این مسجد جشن گرفتیم و انشاءالله چه ثوابهای زیاد را ما و شما نائل شدیم و روح پیغمبر خدا را از خودمان راضی گردانیدیم. و مقصد ما در باب حق زنها بالای شوهرها بود که زن در اسلام چه حق دارد. تا وقتی که پیغمبر خدا آمد حقهای زنها چگونه بود، یعنی دوره جاهلیت زنها چه قدر داشتند، چه قیمت داشتند. خواستم در این موضوع با شما صحبت انجام دهم، زیرا که بی نهایت سوالهای زیاد شکایت از زنها هست و از من طلب کردند که در این بابی حقهای زنها بالای شوهرها و حقهای شوهرها بالای زنها با ما صحبت کن. لیکن از بس که یک چند برادر ما از ما طلب کردند که در باب فضیلت امر معروف و نهی از منکر چی ثواب دارد و بسیار هم ضرور برای آنها بردن این کسیت بوده است، من خواستم که این صحبت امروزه را در این باب امر معروف و نهی از منکر آغاز کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولتکن منکم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظیم. این آیت های مبارکه که خواندم از سوره مبارکه آل عمران است، آیت 104. این
خداوند می‌فرماید ای بندگانی که من شما را خلق کردم، ای بندگانی که در روی دنیا زندگی دارید. خدا میگوید باید که در بین شما یک گروه شخصان باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. در روی دنیا برادرای عزیز هم کار خیر است هم کار بد است. با کار خیرش شما بی نهایت مکافات عالی از نزد خدا میگیرید، لکن به سبب کردن کار بد شما در عذاب خدا گرفتار میشوید. خدا میگوید مردم را باید شخصان در بین شما وجود داشته باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت کنند. و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. در بین شما مردمان باشند که دیگر مردم را امر معروف و نهی از منکر کنند. پیش از آنی که من دوام آیت به شما تحلیل کنم، ناگفته نماند که امر معروف و نهی از منکر چی معنا دارد. زیرا که برای بعض اشخاص مردم وقتی میشنوند که در فلان معرکه امر معروف شده است، برای آنها چی گران است، چی یک واهمه هست، چی یک حادثه ناخوشی هست که فلان معرکه با امر معروف انجام یافت. حالان که امر معروف در خاندان تمام مسلمان از زبان تمام مسلمان صادر شده ایستاده است. امر معروف، امر با خیر، دعوت به خیر، این امر معروف میگویند. برادر نماز بخوان، امر معروف. برادر به آزار مردم کوشش نکن، امر معروف. برادر عزیز پدر و مادرت احترام کن، امر معروف. برادر عزیز زبانت از غیبت نگه بدار، امر معروف. از قد راه یک سنگ را بیرا کن، امر معروف. این است امر معروف. نهی منکر از آن چیزی که خدای تو برای تو حرام گردانیده است، برادر عزیز باز ایست. این نهی منکر هیچی واهمه ندارد، یگان دهشت نیست. برای جامعه آباد شدن امر معروف و نهی از منکر حتمی و ضروری است. این مردمی که امروز چقدر ملایم هستند، چقدر حلیم هستند، چقدر احترام یکدیگر میکنند، همه این با شرافت امر معروف و نهی منکر است. و الا اگر امر معروف و نهی از منکر در بین ما و شما نباشد، خدا داناست، باور کنین سیرت ما و سیرت حیوان برابر است. خدا در دوام آیت چی میگه؟ اولئک هم المفلحون. آن کسانی که دست با امر معروف میزنند، دست با نهی منکر میزنند، آگاه باشین ای مردم که اینها در نزد من نجات یافتگی هستند، اینها نجات یافته هستند. با اینها عذاب دوزخ حرام گردانیده شده است. آن کسانی که زبان امر معروف دارند و نهی از منکر دارند. پیغمبر خدا که راوی این حدیث حضرت حذیفه است میگوید والذی نفس محمد بیدی، قسم به خدا میگوید پیغمبر، لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنکر او لیوشکن الله ان یبعث علیکم عقابا منه ثم تدعونه فلا یستجاب لكم. رواه مسلم. پیغمبر خدا گفتند، قسم به خدا گفتند ای امت مسلمان، شما امر معروف و نهی از منکر را در بینتان زنده نگه بدارید.
اگر در بین شما امر معروف و نهی از منکر نباشد، قسم به عظمتی خدا که گفت بالای شما عذاب خدا میریزد. بعد از آن شما دست میبردارین خدایا این عذاب از این دیار ما، از کوچه ما، از خانه ما بردار، فلا یستجاب لکم. پیغمبر گفت دیگر خدا دعای شما را قبول نمیکنه. از این خاطر گفتم پیغمبر دائم پیوسته با امر معروف و نهی از منکر باشه. حدیث ابو هریره هست، میگوید پیغمبر خدا گفتند اذا عظمت امتی دنیا نزعت منها حیبت الاسلام. اگر امتی من، ما و شما را در نظر دارد پیغمبر، اگر امتی من دوست دارنده دنیا شوند، اگر امتی من در محبت دنیا غرق شوند، اگر امتی من همین دنیایی که همگی برای اینها 50 سال یا 60 سال مهلت دادگی است، در همین دنیا اگر عاشق شوند، نزعت منها حیبت الاسلام، از دل این امت حیبت اسلام دور می شود. در دوام چی گفتم پیغمبر؟ و اذا تصابت امتی سقطت من عین الله. اگر امتی من زبانش آلوده دشنام شود، وای به حال دشنام کننده، تو بدبخت هستی ای کسی که زبان تو به دشنام آموخته است، آشنا هست. پیغمبر گفتند کسی اگر از امتی من زبانش دشنام دارد، سقطت من عین الله، وای از رحمت خدا افتیدگی است، وای از رحمت خدا ناامید باشد. در آخر گفتند و اذا ترکت الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی. اگر در جامعه که، در شهری که، در جمهوری که امر معروف نباشد، پیغمبر گفتند شما دیگر فهم قرآن ده نمی روین، شما فهم حدیث ندارین، از سرزمین شما برکت قرآن خدا می بردارد. اگر در جامعه که امر معروف و نهی از منکر وجود نداشته باشد، همه این برکات، همه این پیشرفت جمهوری ما و شما، همه این کامیابی هایی که در جمهوری ما و شما می شود، همه این خاطر امر معروف و نهی از منکر است. این صدای علماست که مردم را با امر خیر دعوت میکنند، این برکات او هست. برای امر معروف و نهی از منکر کردن، پیش از آنی که باز دیگر فضیلت های این امر معروف را برای شما آگاه کنم، میخواهم سخنهای ابولیث را برای شما تحلیل کنم. حضرت ابولیث سمرقندی که حضرت هم مفسرند هم محدثند، میگوید کیها می توانند که امر معروف کنند؟ کیها ارزنده قپیدن این میکروفون دارند؟ کیها؟ حضرت گفتند برای امر معروف و نهی از منکر انجام دادن 5 وظیفه مهم است و ضرور است. اول، علم، لأن الجاهل لا يحسن الامر بالمعروف. حضرت گفتند یکم عالم باشد، علم داشته باشد، زیرا اینکه آدم جاهل، آدم بی علم، آدم نادان، امر معروفش نیک نمی شود. برای مردم در اطراف خود جمع کردن، برای یک برادر هدایت در راه راست کردن، علم در کار، علم باشد. به علم وقتی امر معروف میکند، نهی از منکر میکند، وی برادرهای در اطرافش جمع شده را قانع کردن نمیتواند و صحبت او شیرین هم نمیبراید، برای وی علم ندارد. پیغمبر ما و شما میگوید فوالله، قسم خوردن باز، پیغمبر چقدر مجبور می شدند،
قسم به خدا میخوردند، حالان که پیغمبر سخن عادی گوید قسم به خدا ما قبول داریم، لیکن فوالله میگوید قسم به خدا. ای علی که بسیار عالم بودند، لأن یهدی الله بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم. ای علی گفتند، قسم به خدا گفتند، اگر از دست تو، از علم تو یک آدم اگر رهنما شود، رهنمایی بیابد، هدایت بیابد، اگر از دست تو یک آدم نمازخوان شود، اگر از دست تو یک زن با ستر شود، اگر از دست تو یک آدم روزدار شود، اگر از علم تو یک آدم مسجد آمدن پیشه خود کند، قسم به خدا گفتن از یک اشتر سرخی که تو در راه خدا قربانی میکنی این برای تو بهتر است. اشتر سرخ گفتن پیغمبر، اون زمان از اشتر سرخ دیده دیگر حیوان و اشیاء قیمت نبود. از این دیده گفت برای تو یک آدم هدایت کن، گفت با علم داشتگی خود این برای تو بهتر است. رسول اکرم در دیگر حدیث ها میگوید اذا مات ابن آدم انقطع عمله، وقتی فرزند آدم که از دنیا گذشت عملهاش منقطع میشوند، یعنی دری عملهای او بسته میشوند، دیگر عملی نیک و عملی بد را انجام دادن نمیتواند، زیرا روح در بدن او نیست. الا من ثلاث، پیغمبر در دوام گفتند لکن سه طایفه، سه طریقه شخصان نامه اعمالشان کشاده هست، اگرچه در قبر خوابیدن. اینا کیا باشند؟ صدقه جاریه. پیغمبر گفت کسانی که در دنیا صدقه جاریه کرده باشند، مسجد بنا کردند یا برای بنای مسجد مبلغ گذرانیدند، کوپرک ها بنا کردند، راه ها ساختند، برای یک دهه‌ای که آب نداشت آب آوردند، برای یک دهه‌ای که گاز نداشت گاز آوردند، و دیگر کردارهایی که صدقه جاریه‌ای که ابدی در حق جان او میرسد، اگر این عملها را انجام داده باشند، گفت پیغمبر چی هست؟ عملهای او منقطع نیست، گفت نامه اعمال او پوشیده نیست، بلکه در قبر هم این کرداری در دنیا کردگیش به فایده او هست. دویم رسول اکرم گفتند او ولد صالح یدعو له، دویم فرزند در دنیا گذاشته باشد، فرزند عرق نوش نه، فرزند پولدار از خدا مغرور از خدا برگشتگی نه، فرزند نمازخوان، فرزند خدا ترس، دختری با حیا اگر در دنیا ترک کرده و رفته باشد، تا قیامت عملهای نیک این فرزندها در نامه اعمال پدر نویسانده می شده است. رسول اکرم سوم گفتند او علم ینتفع به، عالمی که در دنیا علم داشته باشد، از علم او مردم بهره برداشته باشد. کسانی که اگر از یک موعظه عالم یا از یک تعلیم عالم اگر هدایت یافته باشد، اگرچه عالم از دنیا هم که گذرد، عملهای نیکی او هم در نامه اعمال عمل کننده و هم در آن عالم نویسانده می شده است. بین یکم علم، لیکن عالم هایی که اگر سکوت داشته باشند، عالم هایی که برای که مردم را احترام کنند خاموشی را پیشه خود کرده باشند، چی؟ در سنن ابو داود و ترمذی پیغمبر خدا حدیثی گفتند من سئل عن علم فکتمه الجم یوم القیامت بلجام من نار. پیغمبر گفت کدام عالمی که علم داشت لیکن در دنیا نه تعلیم داد، نه موعظه کرد، نه یک کس راهنمایی کرد، روز قیامت لجام زده می شود از لجام های آتش دوزخ. با سکوت کار پیش نمی رود.
به خاموشی کار پیش نمی رود. دوم، ابولیث یکم شرط امر معروف را گفتند که عالم باشد، علم داشته باشد. دوم گفتن حضرت که کردارش، گفتارش از برای خدا باشد، امر معروفش خاص برای خدا باشد و برای عزت یافتن دین اسلام باشد، برای نصرت یافتن دین اسلام در روی دنیا باشد. فقط گفته است حضرت دویم وظیفه واعظ، دویم وظیفه امر معروف میکرده این باشد که خاص برای خدا باشد، برای ریا نباشد، برای به دست آوردن دنیا نباشد، برای مشهور شدن در بین مردم نباشد، فقط نیتش برای آبادی اسلام باشد، برای رازگی خدا باشد. این حالت در امر معروف او تأثیر بخش می شود. من در این باب یک قصه را که در همین کتاب ابولیث سمرقندی از اکرمه روایت می شود می آورد که روز یک مرد از پیش یک دیهه گذر کرد. کاری از برای خدا را بینین و کاری که از برای خدا نباشد نتیجهش نگاه کنین. یک مرد از پیش یک خانه گذر کردند، از پیش یک محله گذر کردند. نگاه کردند که در بیخ یک درخت، در نزد یک درخت مردم زیاد نشستگی هستند، لته ها در همون درخت بستگی و از همان درخت شفاعت طلب دارند، از همان درخت مدد طلب دارند. متاسفانه امروز در بین مردم مسلمان ما و شما هم این گونه مزارهای لطبن میگوییم که بجوز گناهگار شدن شما هیچ فایده ندارد. اینها عمل دارند، اینها عمل دارند. به خدا قسم اگر یک ذره که شما محبتی بر همون مزارهای لطبن دارید یا به این مزارهایی که خدا رحمتشان کند در اطراف ما و شما خوابیدن، اگر نیمی هموره به خدای خود ببندین، انشاءالله شما کامیاب میشوید. اونا بنده خدا هستند. از اونا شفاعت طلب کردن این شرک به خداست. شما همه گناهگار میشوید. خداوند همه گناه را میبخشد مگر شرک نمیبخشد.